در این روزها عرضه و تقاضای میوه‌های تازه در شهر هرات سیر صعودی را می‌پیماید. میوه فروشان در هرات از کیفیت میوه داخلی سخن می‌زنند. از تازگی و تراوت، طعم خوش و بهای پایین میوه‌هایشان حرف دارند. میوه هرات که فعلا دست آمده بسیار خوب میوه هستند، هم تر و تازه هستند، هم بسیار خوشمزه هستند. میوه‌هایی که از خارج میاد ضربه خورده پوسیدگی زیاد دارند. فعلا میوه خود هرات بسیار خوب به فروش میره، بسیار راضی هستند مردم. اگه ان شاء الله میوه هرات شروع شده، عین زردالو، شفتالو، شبرنگ، همین دیگه میوه خوبی داریم خدا را شکر. اگر میوه هرات میاد، میوه ایران دیگه باز نمیگذارم بیایه. خدا را شکر امارت اسلامی دیگه باز نمیگذاره بیایه. میوه ایران از پاکستان نمیگذاره. خدا را شکر نمیگذاره اونا. تا میوه هراتی و خلاصه. موقعی که میوه هراتی و خلاص میشه باز اونا میت کم کم به دست میایه. خدا را شکر خوبه رزیم. با آنکه بازار میوه‌های داخلی در هرات گرم است، اما شماری از فروشندگان میوه در این شهر از کاهش نرخ میوه‌جات داخلی صحبت می‌کنند. میوه داخلی که هست ارزان‌تر هم است، با کیفیت‌تر هم است. همین خربزه که خارج می‌آمد کیلو 40 روپیه می‌خریدم، به 50 می‌خریدم. حالی خربزه پشت زرغون گرگه که امروز تازه جلن کلیده کیلو 30 روپیه نمی‌خرم، دیگه میگه گرونه. دیگه انگور مت بیامده انگور خارجی بدی می‌خریدن کیلو 60 70 دیبال انگور کیلو 40 روپیه. دیگه سب کیلو 100 روپیه 80 روپیه 90 روپیه بداره که سب کیلو 20 روپیه. خیال خارج می‌آمد کیلو 50 می‌خریدم، حالا کیلو 15 روپیه. دیگه با کدو خارج می‌آمد کیلو 50 می‌خریدم، حالا کیلو 15 روپیه. عرضه کنندگان میوه در هرات از شهروندان می‌خواهند تا تولیدات داخلی را بر میوه‌های وارداتی جایگزین کنند. گفتنی ما اینه که میوه خود بخرم که خارجی نخرن، که میوه خود آدم به دست میاره، اقتصاد کشور آدم میره بالا. ما از شهروندان تقاضای ما است که بعد میوه خودی و شهر هرات بگیرن، بخوردن به همه چی خوب است. میوه خارجی به درد نمیخوره، هم قیمتی بالا داره، هم گمرکی زیاد میخوره. میوه خود هرات اینجا خوب میوه هم هست، به خاطر که میوه هرات نگیرن اینا دیگه خراب میشه. زحمات کشاورزان هرات چشمگیر است و در رقابت به میوه‌های مشابه وارداتی جایگاه خاصی دارد. یکی از این میوه‌های فصلی انگور هرات است که در افغانستان از شهرت زیادی برخوردار است. با این حال میوه فروشان در هرات میگویند کیفیت و مزه میوه‌های داخلی بهتر از میوه‌های خارجی بوده و شهروندان هم بیشتر باید از تولیدات داخلی استفاده کنند. اسماعیل صفا، رادیو حریت، هرات.